وزارت تندرستی تاجیکستان شام 5 سپتامبر خبر داد که در یک شبانه روز آخر در تاجیکستان 21 حالت نو گرفتارشوی شهروندان به بیماری کرونا ویروس نو کووید 19 ثبت شده. در عین زمان 20 نفر از این بیماری شفا یافتند و خوشبختانه یگان حالت مرگ از پاندمی آشکار نشده است. از پایان ماه ایول در تقریبا 40 روز آخر این بار اول است که شماره رسمی حالتهای نو سرایت به کرونا ویروس نظر به شماره بیماران از این ویروس شفا یافته در تاجیکستان بیشتر نشان داده می شود. در مجموع از اول به قیدگیری پاندمی تا شام 5 سپتامبر در کشور 16984 نفر گرفتاران سرایت کرونا ویروس نو کووید 19 به قید گرفته شده. از این شماره تا سانحه ذکر گردیده 16849 نفر 99.2% شفا یافتند ولی 124 نفر متاسفانه فوت دیدند. از آمار رسمی وزارت برمی آید که تا شام 5 سپتامبر در تاجیکستان چه در شرایط خانه و چه در بیمارستان همگی 11 نفر از کرونا ویروس تبابت می گرفتند. این حتی کمتر از 20 نفر است که به کرونا ویروس سرایت شدند. آنها تازه روز 5 سپتامبر آشکار شدند. وزارت شرح نداده است که نصف این سرایت شده ها چگونه توانستند در بین همگی چند ساعت شفا بیابند.